این درمان‌ها به خاطر نتایج سریع و زیبایی که دارن خیلی محبوب هستن، اما گاهی لازمه قبل از انجام این درمان‌ها درمان ارتودنسی انجام بشه. یکی از این موارد وقتی هستش که دندون‌ها بی‌نظمی شدید دارن. در این حالت بهتر ابتدا درمان ارتودنسی انجام بشه. در غیر این صورت برای اینکه دندون‌ها منظم باشن، درمانگر ناچار هستش که یا تراش زیادی انجام بده روی دندون که باعث حساسیت دندانی و حتی نیاز به درمان ریشه دندون میشه، و اینکه باید حجم کامپوزیت رو زیاد بذارن که در این صورت هم بار اضافه به لثه تحمیل میشه، گیر غذایی و بوی بد دهان ایجاد میشه. مورد دیگه وقتی هستش که دندون‌های فک بالا و پایین نوک به نوک باشن یا همپوشانی زیادی داشته باشن و یا به هر نحو دیگه‌ای روابط فکی درست نباشه. در این موارد انجام درمان‌های زیبایی باعث میشه که بعداً لامینیت و یا کامپوزیت‌ها لپ‌پر بشن، بشکنن، ترک بخورن و درمان شما دوام ماندگاری مناسبی نداشته باشه. پس قبل از هر اقدامی بهترین تصمیم رو برای سلامت دهان و دندانتون بگیرید تا لبخندی زیبا و ماندگار داشته باشید.